سلام، من حسینم و خیلی خوش آمدین به قسمت دوم از دوره پیشرفته برنامه‌نویسی ماینکرافت. در این قسمت قراره بریم سراغ ادامه پلاگین اسکوربورد و بیایم اون باگی که داشت رو فیکس کنیم، متغیرهای خودمان رو بهش اضافه کنیم، یعنی پلیس‌هولدرهای خودمان رو بهش اضافه کنیم، هر چیزی که دوست داریم و حتی در آخرم اگه وقت شد بیایم پلیس‌هولدر API هم به پلاگینمون وصل کنیم. پس لایک رو ساب کنیم و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب وارد پروژه زیبایمان شدیم. اول از همه تا یادم نرفته اینه که یکی از دوستان سوال کرده بود، گفته بود چیکار کنیم اسکوربورد داخل مپی که ما خواهیم نمایش داده بشه. برای این کار کافی بریم همین جایی که پلاگین فانکشن اسکوربورد رو فراخوانی میکنیم که اسکوربورد رو به پلیر نمایش بده، همینجا بیایم یک شرط بنویسیم که بیاد مپ رو بگیره ببینه پلیر داخل چه مپیه، پلیر دات گت ورد، ببینه پلیر داخل چه وردیه، دات ایکوال اسم ورد. مثلا من اینجا ورد عادی بازی اسمش ورده. الان به همین راحتی گفتم اگر پلیر داخل وردی بود که اسمش ورد بود، یعنی همون ورد اول بازی بود، مپو بهش نمایش بده. الان پلیر اگه بره داخل اند یا بره داخل ندر یا حتی وردی که خودش ساخته با مولتی ورد اینا، اگه اسمش ورد نباشه اجرا نمیشه. و همینجا میتونیم بیاین یک شرط بذارین که مثلا یک ایف دیگه اینجا بذارین، بگین اگه داخل لابی بود، بعد اینجا بیاین یک متغیر جدید بسازین، مثلا اسکورورد لابی، و اسکورورد لابی هم بیاد اینجا داخل کانفیگ یک اسکورورد لابی اینجا بسازین. و حالا من خیلی دارم سریع توضیح میدم که برسیم سراغ اصل ویدیو. اینجا مثلا یه اسکورورد داشت، اسکورورد لابی بسازین، بیاین همین اسکورورد لابی رو به این بدین و اینجا اینو به جاش فراخوانی کنیم. با همین راحتی دو تا اسکورورد مختلف دارین. حالا من اینا رو پاک کنم و در ویدیو امروز هم که قرار بود بیایم کاری کنیم که خطوط تکراری نمایش داده بشه و اگه پلیر مثلا بیاد اینجا یک رنگ استفاده کنه، رنگ هم داخل متن ما نمایش بده. نمایش رنگ خیلی کار راحتی، کافی بیاین همینجا، اینجایی که هر لاین رو فراخوانی میکرد، قبل از اینکه لاین رو بده به اسکوربورد بگین لاین مساوی است با chat color dot translate all hairnet color codes. و اینجا دو تا ورودی میگیره، یکیش میگه خب با چه علامتی ما ترجمه کنیم. خب علامت اند دیگه، اگه دقت کنیم رنگ داخل ماینکرافت ما میگیم با علامت اند، و چه کد ترجمه کنه، لاین رو ترجمه کنه. با همین راحتی لاین اول ترجمه میشه میرزه داخل خود لاین دوباره، یعنی ترجمه شده رو میاره داخل خود متغیر، دوباره متغیر رو قرار میده و به همین راحتی الان رنگ ما مشکلش رفع شد. ولی خب کار سخت تر اینه که چیکار کنیم خطوط تکراری نباشن. ما خودم هر چه درباره موضوع سرچ کردم، یعنی قبل از اینکه خودم این مشکل داشتم، هر چقدر سرچ کردم هیچ جواب خاصی نگرفتم. اومدم خودم انقدر با کد ور رفتم و ایده و اینا پیاده کردم، آخر سر به یه ایده جالب رسیدم. ایده من چه بود؟ گفتم خب این میاد متن رو چک بکنه ببینه اگر تکراری هستن. خب منطقه خودمون گرفت قسمت قبل توضیح دادم دیگه، میاد میبینه خب ما دو تا پلیر نمیتونیم داشته باشیم با یه اسم، پس به خاطر همین تکراری رو پاک بکنه. برای اینکه ما این منطقه دور بزنیم از همین منطقه رنگ استفاده میکنیم. بعد خب رنگ رو بیاریم وسط، پلیر خب بخواد رنگ خودش اینجا باشه، نمیخواد یه رنگ دیگه بیاد که متنش بچه شه یا متنی که مخواد نباشه. گفتم چیکار کنیم، بیایم به هر خط یک رنگ اختصاصی اختصاص بدیم، یعنی مثلا این A باشه این E باشه، باز میشیم. البته بیام اینجا پیاده کنم تو بفهمید. الان این متن به این شکل در میاد برای ماینکرافت و ماینکرافت دیگه میگه خب اینا با هم دیگه فرق دارن دیگه، تکراری نیستن، پس اینا رو نمایش میده. ولی خب رنگ آخر متن و تأثیری در متن ایجاد نمیکنه. و باید بیام یک حلقه بنویسیم که به هر خط یک کد رنگ چیز بده، متفاوت بده و تکراری نباشه، باز بشه خطا به خوبی نمایش داده بشه. ابداع خودم بود، حالا نمیدونم جای دیگه شاید بوده ولی خب من ندیدم، هرچی گشتم جوابی برای این پیدا نکردم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم یک لیستی از رنگ ها ایجاد کنیم که دانه دانه اون لیست رو بدیم به لاینامون. برای اینکه یه لیست از رنگ ها ایجاد کنیم خب اول باید جنس رو بگیم. جنسش خب جنسی به نام چت فالوره و از اونجایی که لیست یک بلاک باز و بسته میذاریم جلوش، اسم متغیر میذاریم کالورز و مساوی قرار میدیم، پرانتز باز میکنیم، اینجا مثلا میگیم چت کالور بلک، بعد یک عدد و میذاریم، حالا یه علامت نمیدونم اسمش چیه، کاما و کامای انگلیسی،
و همینجوری باید بیاین تک تک رنگ‌های متفاوت رو بگین که تمام رنگ‌های متفاوت میشه اینا. و بجز اونام نوع بولد و ایتالیک و ماجیک و اینام که هست با آندرلاین اینام تقریبا میشه بگی رنگ حساب نمیشن، ولی خب باز جز حالتن که ما میتونیم باش کد رو تغییر بدیم. و تمام حالت ها اینه که جمعاً فکر کنم بشه 17 18 19 فکر کنم بشه حدود 20 تا و این 20 تا دیگه 20 خط رو در میاره و کار ما راحته. و یه نکته هم هست که اگه این کدا رو کامل میخواین بنویسین یکم سخته براتون و جلوتر هم اگه فرصت بشه قرار از پلیس هولدر API استفاده کنیم که اونم نیاز به کدای داره که کپی پیست بشه. با خاطر همین آخر سر میام چیز میکنم، فایل پروژه رو آپلود میکنم براتون و لینکش رو میذارم داخل دیسکریپشن. حالا کار ساده ای باید انجام بدیم. اول بیایم اینو یک سیمیکالون بذاریم تهش که بسته شه. میایم اینجا یک متغیر اینت جدید تعریف میکنیم به نام repeat count که دیفالتش صفره. از اونجایی که حلقه ما آی نداره که بیایم ببینیم چندمین باره که تکرار میشه، خودمون میایم دستی یک متغیر میسازیم که بفهمیم حلقه بار چندمه که داره تکرار میشه و میایم اینجا یک همین آخر یک repeat count پلاس پلاس هم میذاریم اینجا که بیاد هر بار حلقه تکرار میشه یه عدد ببره روی صفر. و الان با چه کار کنیم؟ بیایم اینجا قبل از اینکه رنگا ترجمه بشن بگیم لاین مساوی است با لاین، یعنی خود متن به علاوه این رنگا که باید بگیم colors یک بلاک باز و بسته که میگه عدد چندمش باشه. ما مثلا بگیم color صفر میشه اولی، یک میشه دومی، سومی، چهارمی که ما اینو برابر repeat count میذاریم که یعنی هر بار حلقه تکرار شه اول باید اینو بذاره جلوش، بعد بیاد اینو بذاره، اینو بذاره، اینو بذاره که مثلا تکرار شه. dot to string که تبدیل به یک متن بشه و درست میشه خاکستری. مشکلی نداره. اینم ببندیم و الان میاد به ازای هر خطی که تکرار میشه یکی از اینا میذاره جلوش که باعث میشه متن هر خط متفاوت بشه. و احتمالاً یه آخرم به یه مشکل بخوریم اگه تعداد خطا تعداد اینا بیشتر بشه ارور میگیره. خب من اینا رو شمردم 21 تا بود. الان برای اینکه به این برسیم ارور نده من آخر میام یک شرط میذارم میگم if repeat count دوبار مساوی 21 شد، حالا میگیم 20 برای جهت اطمینان، بیاد repeat count رو برابر 0 قرار بده که دوباره بیاد از اول. اگر رسید به آخر دوباره از اول بیاد اینا رو پشت سر هم بذاره که اگه کارو تکرار کنیم احتمال خیلی کمی داره که دوباره به تکراری بخوریم. اگر به تکراری خورد یه بار دیگه اینا رو میذاریم جلوش. اگه دوباره به تکراری خوردین بیاین یه بار دیگه همین کارو انقدر پشت سر هم تکرار بکنین یه 20 فرمت بیاد پشت سر هم، یعنی آخر سر بیاد این شکلیش کنه مثلا بیاد and a and e مثلا and b همینجوری تکرار بشه که دیگه غیر ممکن بشه مد تکراری در بیاد. حالا ما اینم انجام دادیم و خدا رو شکر سریعتر از چیزی که انتظار داشتم پیش رفت و اینو یک خروجی میگیریم تست بکنیم، بعدش بریم سراغ اضافه کردن پلیس هولدر API. خب وارد سرور میشیم و میبینیم بله خطوط تکراری بدون هیچ مشکلی اضافه شدن. الان یه دقیقه وایسین من بیام یادم رفت یه کاری بکنیم اینه که رنگم اضافه کنیم و رنگم تست کنیم. میام داخل فایل، حالا داخل تصویر نمیافته، میرم پلاگین، همون پوشه اسکوربورد config.yml داره. من اگه اینجا بیام تغییر ایجاد کنم یه رنگ بهش بدم و اینجا اسلش ریلود بدم، ریلود آن فیلد، بله الان میبینید اینجا رنگ اضافه شد، خطوط تکراری هم به خوبی کار میکنن و مشکلی نداریم. و الان به صورت بریم سراغ اضافه کردن پلیس هولدر API که بتونیم هر API که خواستیم خارج از خود API خودمان بهش اضافه کنیم. یه چیزی یادم رفت بگم، قرار بود بیام خودم بگم چطوری به صورت دستی بیام یادم از این متغیر رو درست کنیم. اول از همه به نظرم اینه که کار ما تمیز در بیاد میام یک کلاس جدید کلا میسازم رو جاوا. اینجا یک کلیک راست میکنم، یک کلاس میذارم اسمش میذارم ریپلیس. چطوری نوشته میشه اینو بده من، اسمش اصلا میذارم ریپلیس آل. یک ریپلیس آل کلاسشو میسازم و میایم اینجا
یک متد میسازیم به نام public string. اسم متدش هم میذارم replace. خب و اینجا یک استرینگ به صورت ورودی میگیره و اسمش هم بذاریم همون اینپوتی که خودش پیشنهاد داد. و حالا کار ما چیه؟ کار ما اینه که بیایم همین کد اینجا رو به صورت کاملا ترتمیز اینجا بگیم، یعنی کل اعمال رو روش اجرا کنه. هر چیزی میخوایم بهش اضافه کنیم، مثلا بیاد درصد پلیر درصد اضافه کنه، پلیس هولدر ای پی آی بهش اضافه کنه، حتی بیاد رنگم ترجمه کنه، بعد در آخر بیاد چیز کنه، در آخر اون کد خروجی به ما بده که همه رو یه جا در بیاریم و در کل کار رو تمیزتر در بیاره. اول از همه بیایم این کدی که این بالا بود و این اینجا برداریم و میایم اینجا یک کد اضافه میکنیم، ولی خب اینجا میگیم input dot اینو درصد پلیرش رو بگیریم و روش دیلیت بدیم، به کار ما نمیاد. input dot آر کوچیک replace بیاد درصد پلیر درصد رو تبدیل بکنه به پلیر هم یادم رفت اینجا باید یه ورودی پلیر از جنس پلیر، یک پلیر به یک متغیر به اسم پلیر از جنس پلیر بگیریم و اینجا پلیر دات گت نیم رو بیاریم و الان به همین راحتی پلیر اضافه شد. حالا ما مثلا میخوایم چیز دیگه هم باشه، اینجا ما بیایم درصد ورد درصد هم بزنیم، درصد ورد درصد، طرف درصد ورد درصد زد، بیاد پلیر دات گت ورد دات گت نیم به همین راحتی. و مثلا هر چیزی که خاصی، مثلا میشه فیل پلیر رو بگیریم پلیر دات get heal get health تو string نمیشه، همانطور دیدید اینجا player dot get health تو string نمیشه و نمیتونیم به صورت string درش بریم. وقتی به همچین مشکلی برخوردین که با تو string کار نکرد، کافی بیاین اینجا بنویسین string dot value of و هر کدی که مخواین داخلش قرار بدین اتوماتیک تبدیل به string میشه و اینم به راحتی می‌نویسیم player health. خب اینو کوچیک بنویس. الان به همین راحتی ما هر متغیری که خواستیم آوردیم اضافه کردیم و برای استفادهشون کافی بیایم اینجا. حالا یادم رفت اینجا چون جنسش استرینگه باید بگیم return input. و همین راحتی یک متن رو گرفت، میاد اعمالی که ما خود روش انجام میده، بعد همون متن رو به ما پس میده. و برای اینکه ازش هم کار بکشیم کافیه بیایم این خط اینجا و بعد از اینکه یا قبل از اینکه کالا رو بهش اضافه کردیم میگیم لاین مساوی است. اول با این نمونه سازی بکنیم، اینم یادم رفت باز ببخشید. اینجا باید بگیم replace all، اسمش هم باز بزنیم replace all مساوی است با new replace all. آمدیم از کلاس replace all یک نمونه ساختیم و میایم پایین میگیم لاین مساوی است با replace all، باز بکنیم لاین و ورودی اول متن ما رو بهش میدیم، ورودی دوم پلیر. تمام، به همین راحتی کار ما رو انجام داد. چرا ارور میده الان؟ درد چیه عزیزم؟ replace all dot replace. ببخشید کلاس رو فراخوانی کرده بودم بعد متد رو فراخوانی نکرده بودم. ولی اینجا دیدین خب یک ترجمه هم داریم ما. خب بیایم همین ترجمه هم دوباره همینجا انجام بدیم دیگه. بیایم اینجا اینپوت رو ترجمه کنه و همین راحتی. و حالا برای اینکه فکر کنم شاید باگ ایجاد بشه این کار رو انجام بدین. اینپوت هم ترجمه میکنه، ترجمه شده به ما خروجی میده و وقتی ترجمه شده به ما خروجی بده دیگه نیازی به ترجمه نداریم. ترجمه کجا بود؟ ترجمه این بود دیگه. آره پاکش کردم. پس اینو در آخر میاریم پایین، چیزی که میخوایم بهش اضافه میکنیم اینجا و ترجمه هم اتوماتیک انجام داد. چیزایی که خواستیم بهش اضافه کرده با ما خروجیشو داد.
و همین راحتی کد ما خیلی ترتمیزتر شده. اینجا میتونید هر شلوغی که خواستین انجام بدید. خب قدم بعدی اضافه کردن پلیس هولدر API به پروژه ماست. کافیه بیاین داخل pom.xml پروژه این کد رو به بخش ریپوزیتوری و این کد رو به بخش دپندنسی. حالا خودش یه جوری نوشته دچار اشتباه میشین، میان همین کد یه جا کپی کنین ارور میده. چون خود pom.xml ریپوزیتورهای مختلفی داره و فقط باید این بخش رو بهش اضافه کنین. الان ما میایم اینو کپی میکنیم و میایم داخل پروژهمون pom.xml رو پیدا میکنیم، میایم بخش ریپوزیتوری اینجا و میبینیم خودش یه ریپوزیتوری داره. ما یه فاصله میدیم ریپوزیتوری دوم بهش اضافه میکنیم که به این شکل در بیاد. خب حالا شاید ارور بده ولی یه بیلد بگیرین مشکل حل میشه. و اینجا بخش دپندنسی دوباره این دپندنسی رو بهش اضافه میکنیم. حالا ما اینجوری کپیش کنیم. حالا میایم بخش الان این ریپوزیتوریز به بخش ریسورس اضافهش کرده بودم، ببخشید گفتم چه ارور داد. اینو بیارین اینجا به بخش ریپوزیتوری اضافهش کنین و بخش دپندنسی هم میان اینجا دپندنسیش هم اضافه میکنین. و حالا سر ورژن ایراد میگیره ولی خودش مثلا بچه آدم میره دانلودش بکنه. الان اگه ما بیایم یه بیلد اینجا بگیریم اینستال بزنیم دقت کنین نگاه دانلود پلیس هولدر API داخل لاگ نوشت الان میره پلیس هولدر API دانلود میکنه و پروژه اضافه میکنه. و حالا قدم بعدی اینه که بیاین داخل همین ریپلیس آل اینجا باید پلیس هولدر API ایمپورت کنیم. حالا ببینیم خودش کد نوشته یا نه. یه نکته دیگه هم هست، میتونیم بیاین داخل پلاگین YML دان که اینجا بود با بیاین داخل ریسورس پلاگین YML اینجا ساخت دپندنسی رو بذارین پلیس هولدر API. و الان هر کی بیاد پلاگین رو ران کنه میبینه پلاگین گفته نیازمند پلیس هولدر API هستیم. البته اختیاریه. ساخت دپندنسی یعنی به صورت اختیاری میتونید پلیس هولدر API نصب کنید و گیر خاصی نمیده، فقط میگه. و بخش بعدی ایمپورتش، حالا ایمپورت رو کنیم اینجا ننوشته، ایمپورت رو ننوشته ولی خب کدش رو براتون میذارم داخل پروژه و پروژه رو آپلود میکنم. حتما دیسکریپشن رو چک کنین. کدش اینه که میان اینجا و کجا کپیش کرده اینه ایمپورتش میدین اسمش mc.clip.placeholder.api و برای اینکه استفادهش کنین کافی بیان این خط آخر اینه. من اینا رو همه کپی کردم چون یاد خودم نمیمونه چه برسه یاد شما. و با همین راحتی پلی رو اینپوت رو بهش میدین و میاد براتون پلیس هولدر API جایگزین کنه و کار درآمد به همین راحتی. فقط یکم اینه که کداشو کپی پیست کنین و بس اینه که ببینیم این برادر آیا حاضره بیاد نصب کنه یا تا 4 ساعت دیگه طول میکشید. دانلودش تمام شد تا اون موقع میریم برمیگردیم. خب مشکل ما از VPN بود، VPN رو عوض کردیم و الان مشکل ما حل شد. الان بیاین داخل pom.yml کجا رفت اینجا بیاین داخل کنین دیگه ورژن ارور نمیده ولی همچنان این ارور میده و مشکل از خودشه. وگرنه الان ما خروجی گرفتیم بریم خروجی تست کنیم ببینیم آیا خروجیش کار میکنه یا نه. خب دوستان عزیز ما سرور بدون هیچ مشکلی ران شد و میایم توش ببینیم درصد پلیر درصد ما کار نمیکنه و علتش چیه باید بریم پیگیری کنیم. خب مشکل ما رو متوجه شدم. اینجا اومدیم میگفتیم اینپوت ریپلیس کو این هر جایی دیدین اینو بذار جاش ولی کجا ذخیرهش کنه نمیدونم. فقط همین رو انجام بده. باید بریم بگیم اینپوت مساوی است با اینپوت دات ریپلیس و بنده خدا تا الان داشت میگفت اینو بذارم کجا. سریع این آمدم اجرا کردم ولی سریع اینا اجرا نکردم. الان این مشکل ما رفع شد. اگرم دقت کنین دوباره و برنامه رو بازبسته کردم اگه دقت کنین پلیس هولدر API دیگه قرمز نیست و ایمپورتش بدون هیچ مشکلی انجام شد و الان میایم یه بار دیگه اینستالش میکنیم. خب بار دیگر جوین سرور میشیم و ببینیم بله الان کل مشکلات ما رفع شده. این اینجا برای دیباگ بود گذاشتمش الان همینجوری داره تکرار میشه و الان میمونه یه چیزی که چطوری از پلیس هولدر API استفاده کنیم. خب ما میایم داخل وبسایت پلیس هولدر API لیست. البته پلیس هولدر ویکیه ولی خب سرچ کنیم پلیس هولدر لیست براتون میاره. میایم اینجا پلیس هولدرهای مختلف و یکم زیاد خب پلیس هولدرهای مختلف الان میبینین آمده advancement dot list مثلا اینجا داریم چیزهای مختلفی. حالا ما میایم سراغ پلیر سرچ بکنیم پلیر لاش advancement
لیست پلیر پلیر. خب بریم بخش پلیر. اینجا میبینیم گفته برای دانلودش باید این کدو بزنین. یعنی خب یه نکته رو بگم، حتما یادتون باشه پلاگین پلیسولدر ای پی آی هم بذارین کنار پلاگینتون. یعنی وقتی میخواین استفاده کنین با توکل بر خدا خود ای پی آی رو نمیگیره، صرفا وصل میشه به پلاگین و کد ازش میگیره. پلیسولدر ای پی آی نصب کنین، این کامند رو میزنین و به این کدا دسترسی دارین. یعنی کتابخانه نصب میشه به اینا. ما هم بیام اینو تست کنیم. اول از همه بیام چند تا از اینا رو میذاریم داخل اسکور بورد و بعد اینو دانلود بکنیم که ببینیم آیا واقعا ریپلیس میشه یا نه. خب اینجا الان میبینین که چیزهای مختلف رو ما اضافه کردیم به اسکور بورد، مثل پلیر گیم مود و پلیر لول. الان کافی اسلش بزنیم و اون کدی که گفت رو بزنیم و ایمپورت کنیم. الان میگه کافی بنویسین کپی ریلود. ریلود شد و بله الان میبینیم به راحتی کتابخانه پلیر اضافه شد و اسکور بورد ما هم ازش به راحتی استفاده کرد و هم فود لول ما رو نوشت 20 که الان سیدیم و گیم مود ما هم نوشت کریکی. خب الان بخش بعدی آموزش که اینه بریم ببینیم چطوری پروژه رو اجرا کنیم. یعنی من پروژه رو به شما آپلود کردم، چطوری پروژه رو اوپن کنیم. خب حالا اگه من پروژه رو به شما آپلود کردم، شما میایین داخل صفحه اصلی یا حالا تو برنامه، که اگه تو برنامه بودین میایین بالا سمت چپ رو فایل میزنین و اوپن میزنین. اینجا مستقیم اوپن میزنین. کافی اوپن رو بزنین و فولدری که بهتون دادم انتخاب کنین که اینجا فولدر اسمش اسکور بورد و انتخابش بکنین. به راحتی پروژه رو بدون هیچ مشکلی باز میکنه. خب دوستان عزیز، این بود از آموزش امروز. امیدوارم که همه چیز درباره اسکور بورد توضیح داده باشم و چیزی از قلم نیفتاده باشه. ولی خب اگر سوالی باز داشتید داخل کامنت ها بپرسین و یادتون نره پروژه رو دانلود کنین و ازش استفاده کنین داخل دیسکریپشنه. و تا قسمت بعدی خدا نگهدار. البته لایک و ساب یادتون نره.